کسی که تسبیح بگه برای پروردگار از خفای کل نمازش 33 بار سبحان الله بگه، 33 بار الحمدلله بگه، 33 بار الله اکبر بگه، در آخرش لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی این ذکرها را بگه. و انسان اگر به اندازه خفهای بحر گناه داشته باشه خداوند گناهاشو میبخشه، یعنی به فضیلت گفتن این ذکر. از خفای کل نماز گفتن، همین کل نماز بعضی از محدثا گفتن که کل نماز فرض، بعد از کل نماز فرض. اما باز از حضرت عایشه مادرمون روایت است، این حدیث مسلم است، ابو داود و ترمذی و نسائی هم روایت کردن، حدیث صحیح است. از عایشه مادر ممکن که کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا سلم لم يقعد الا بقدر ما يقول اللهم انت السلام و منك السلام تبارک ذا الجلال و الاکرام. از عایشه مادر ممکن جناب پیغمبر وقتی که نماز سلام میداد، یعنی نماز فرض سلام میداد، نمینشست، یعنی که نمینشست ذکرهاش بگه مگر این مقدار میگفت که اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام. حضرت ثوبان هم این حدیث را روایت کرده و فقط 3 بار دیگر استغفرالله خوش کرده. حضرت ثوبان گفته که جناب پیامبر وقتی سلام میداد 3 بار میگه که استغفرالله استغفرالله استغفرالله، بعد از اون میگه که اللهم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام. یعنی که انسانی که بعد از فرضش در حال بشینه و ذکر بگه، این یعنی سنتی که حضرت عایشه مادر گفته این سنت ترک کرده است. حتی کسی اگر طالب علم باشه در اعلام سنن روایت آمده است، حدیث صحیح هست، میگویند روایت آمده است جناب پیغمبر گفتن که ذکرهاتون بعد از سنت بگویید. بهترش همین است. البته رو انسانی که بعد فرض میشینه و ذکر میگه و گناهکار نمیشه، یه سنت پیغمبر را به جا آورده است. اما به خاطر که در جمعیت فتنه نشود، بعضی انسان ها در حال وقتی بعد فرض میشینن ذکر میگن، مردم ما فکر میکنن این سلفی هست، این وهابی هست، این دیگر یعنی که گمانی بد نسبت به او میکنن. به همین خاطر به خاطر فتنه نشیدن برادر عزیز بزرگوار بخیز سنت بخونید، بعد از سنت بشینید ذکرهاتون هم بگید. البته فضیلت ثواب نماز از ذکر بالاتر است. یک سنتی از سنت‌های پیغمبر که نماز است او در بالای شما آمده است. ابتدا نماز ادا کنید، بعد از آن ذکرهاتون رو بگه، به خاطر فتنه نشیدن بهتر است. اما